آیا اسکنکت و دیسکنکت کیبل اجتماعی از کامپیوتر به اسکرین دوم و یا LCD خسته شده ای؟ پس بیننده این ویدیو باش. سلام، بنده مهدی عدی باز هم با یک ویدیوی دیگر در خدمت شما دوستان عزیز قرار دارم. در این ویدیو قرار است وسیله را به معرفی بگیریم که جای اجتماعی را به خوبی پر می نماید. این وسیله به نام انتقال دهنده تصویر و یا دانگل تصویر یاد می شود. انواع مختلفی داره. ما خودیم از M9 Plus استفاده میکنیم و برای شما هم پیشنهاد میکنم. برای دریافت این وسیله می توانید از آدرس فیزیکی دکان ما دریافت نمایید. و همچنان سپاسگزارم از حمایت تک تک شما دوستان عزیز. امیدوارم این ویدیو مفید واقع شود. خب دوستان عزیز، میریم که وسیله M9 Plus را با گوشی تست بکنیم. در همه گوشهای ما شما به نام اسمارت ویو اپلیکیشنی است. ما بالایش کلیک میکنیم تا اسمارت ویو بالا بیه و M9 Plus نام خودش ظاهر میکنه. ما بالایش کلیک میکنیم و استارت ناو را که کلیک بکنیم دوستان عزیز، گوشی ما در LCD وصل شده است و هر کاری که من در گوشی خود میکنم در LCD برای من نشان میده. و دوستان عزیز، اگر خواستین که کامپیوترتان نیز از طریق M9 Plus به LCD وصل شود، فقط در کامنت نوشته کنین کامپیوتر.